درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار هفتم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب سیوم. پسرجانم گفت مادر، آن چیزی را که پارس ها عدالت میفهمند و آن چیزی که بابای تو میفهمد یک چیز نیستند. بابای تو در ماد پادشاهی میکند و همه کارها را موافق اراده خودش حل و فصل میکند، در حالی که در میان پارس ها عدالت به معنای برابر حقوقی همگان فهمیده میشود. پدرت اولین شده عهده‌داری هایش را در نزد دولت با کسب حقوق هایی که از جانب دولت مقرر گردیده معیار آنها نه اراده شخصی بلکه قانون است اجرا می کند. پس ناوابسته از آن که تو را با قمچین جزا می دهند، هنگامی که به خانه برگشته از بابایت حکمرانی را نه طبق قانون شاهان بلکه از روی قانون مستبدان یاد میگیری که موافق آن باید نسبت به دیگران قدرت بیشتر داشته باشی، شرط ضروری ترتیبات حقوقی دولتی به حساب می رود. اما پدرت آدمان را خیلی ماهرانه به آن عادت می کناند که ایشان حقوقهای کمتر داشته باشند. اعتراض کرد کروش، آیا نمی بینی که او همه مادها را چنان آماده ساخته است که نسبت به او حقوقی کمتر داشته باشند؟ نه من نه یگان کسی دیگر از نزد پدرت به وطن خود با خواهشی نسبت به دیگران کسب نمودن حقوقهای بیشتر بر نمی گردد. از اینجا برای تشویشتان یگان سبب جان ندارد. کتاب یکم، باب چهارم. کروش به این مانند گفتاری زیاد داشت. نهایت مادرش آنها را ترک کرد و کروش در آنجا مانده او را در اینجا در ماد به تربیه گرفتند. وی با همسالانش زود اونس گرفته به باوری آنها در آمد و این چنین به همین قدر زودی به التفات پدرانشان که
هنگام عیادت‌های آنها به خانه‌هایشان آمده نسبت به پسرانش حسی دوستی ظاهر می‌نمود صاحب گردید. اگر به پدرانشان لازم آید که به شاه مراجعت کنند، آنها با واسطه پسرانشان از کوروش خواهش می‌کردند که کمک رساند. کوروش باشد با خیرخواهی و شهرت پرستی خاص خودش با میل تام برای آن کمر می‌بست و هر چیزی را که این جوان پسران از او خواهش می‌نمودند انجام می‌داد و استیگ نیز در باب هر چیزی که کوروش به او مراجعت می‌کرد به خواهش‌های او مقابلت کردن نمی‌توانست و هیچگاه به او جوابی رد نمی‌داد. و هنگامی که استیگ بیمار شد، کوروش لحظه از او دور نمی‌رفت و به ایست زاری و تولا می‌نمود و همین طور همه می‌دیدند که او برای حیات بابایش چگونه در ترس و هراس قرار داشت. شبانه اگر استیگ به کسی نیاز پیدا می‌کرد، از آن کوروش پیش از همه آگاه می‌گردید و از همه دیگران تیزتر دویده برای کمک رسانیدن و به اجرا رساندن کاری که برای استیگ از همه بیشتر معقول می‌گردید تلاش می‌ورزید. با این رفتارش کوروش کاملاً به التفات او نائل گردیده بود. او شاید کمی بیشتر از معیار سخنگویی به وای رسید. آن نتیجه تربیه او بود، زیرا آموزگاران او را مجبور می کردند که از هر کاری که خودش انجام دهد گزارش دهد و تعلیم می دادند که قبل از حکم برآوردنش از دیگران نیز گزارششان را طلب نماید. سبب دیگر کنجکاوی او بود. وی پیوسته از همصحبتانش درباره اشیای گوناگون می‌پرسید و هنگامی که از خود او سؤال می‌کردند فوق العاده زود پاسخ داده با ذهن تازه و قابلیت خوب ادراکش فرق می‌کرد. همه این سبب میل او به سخنگویی بود. اما مانند جوانانی که با جسم قویشان فرق می کنند و همیشه علامتهای نوجوانیشان را روشن افاده کرده از سین و سال حقیقی آنها شهادت می داد، در پس پرده شوق سخنگویی کوروش نه بی‌پروایی بلکه سادگی و زودباوری او به نظر می رسید. از این رو شاید بعضی ها بیشتر گوش کردن سخنرانی او را از نشستن در پهلوی یک جوان خاموش افضل‌تر می دانستند. اما بعد مرور مدتی دوران جوانیش فرا رسید و او با تحمل تر گردیده الکی آرامتر سخن می گفت، شرم و حیا و خاکساریش را نشان می داد. بعضن چنین رخ می داد که در حضور کلانسالترها رویش از خاکساری سرخ می شد. او دیگر همه را مثل سگ بچه به زودی نوازش نمی کرد و تمامی رفتارش ملایم تر می گردید. مخصوصا در حلقه دوستانش جالب به نظر می رسید. در مسابقه های گوناگونی که بین همسارانش آغاز می یافت، همیشه پیشنهاد می کرد که آن نه از روی نمودی ورزشی که در آن به برتریش بر دیگران باوری داشت، بلکه چنین مشق‌های برگزار گردد که در آنها بر اعلی سستیش را احساس می نمود و در عین حال اظهار می کرد که تلاش دارد که بر آنها پیروزی یابد. در حال به بالای اسبش سوار می شد تا نیزه پرتاید و یا از کمان تیر پراند، گرچنده که هنوز به اسب سواریش چندان باوری کامل نداشت. هنگام مغلوبیتش نسبت به دیگران به حال خودش بیشتر می خندید، از بس که او از سعی و تلاش ها نمی ترسید که از مغلوبیت کناره جوید
و از مشق‌هایی که در آنها ناکام شده بود دست کشد، برای به دست آوردن کامیابی‌های کلانتر گشته و برگشته مشق‌هایش را تکرار می‌کرد و به شرافت مهنت دوستی خود در هنر اسب سواری با همسالان خود برابر شده به زودی از آنها پیش گذشت. کوروش در باغ حیوانها را نابود کرده بود. آنها را تعقیب نموده به سویشان تیر می پراند و آنها را به حد به قتل رسانده بود که از یک دیگر او را با حیوانات نو تأمین کرده نمی توانست. کوروش فهمید که بابایش گرچنده سعی و تلاش می ورزید، اما دیگر برای او شماره زیاد حیوانات را تأمین کرده نمی توانست. کوروش گفت: بابا جان، چرا تشویش کشیده برای من حیوانات دسترس می نمایی؟ اگر اجازت دهی که با عمکم به شکار روم، باوری دارم همه حیواناتی را که دریابم از آن من خواهند بود. کوروش با شوق تام در شکار اشتراک کردن می‌خواست، ولی با وجود این به بابایش مانند دوران کودکیش در این باره زاره و تولا نکرد. در زیارت‌های بابایش بیشتر با تحمل بود و اگر پیشتر سگ را برای مانع شوی و زیارت بابایش سرزنش می‌کرد، اکنون او برای خودش به سگ تبدیل یافته بود. و بابایش تنها در حال مراجعت می‌کرد که اگر یگان فرصتی مناسب فراهم آید و از سگ خواهش می‌کرد که وقتی به نزد بابایش در آمدن را انیق کند که آیا فرصتی این کار رسیده است یا نه. تا این وقت الکی سگ و دیگران نیز او را دوست می داشتند. وقتی استیک فهمید که خواهش شرکت کوروش در شکار چگونه بزرگ است، او را اجازت داد که همراه عمکش برود و از میان جنگاوران کلان سالتر سواره‌های را جدا کرد که کوروش را در جایهای خطرناک و از حیوانات وحشی محافظت کرده تواند. جوان پسر از سربازانی که او را همراهی می کردند مفصل می پرسید که به کدام حیوان نزدیک شدن خطرناک تر بوده، کدام آنها را ناترسانه تعقیب کردن ممکن است. ایشان پاسخ دادند که خرس‌ها، خوک‌های وحشی، شیرها و پلنگ‌ها شکارچیانی را که به آنها نزدیک می آیند می کشند. برعکس گوزن، آهو، بزهای وحشی و خر کاملا بی خطرند. آنها این چنین مصلحت دادند که از جایهای خطرناک نه کمتر از حیوانات درنده باید احتیاط کرد، زیرا شکارچیان زیاد با اسبهای خود در جریها به هلاکت رسیدند. کوروش به گپ‌هایشان با توجه غیر عادی گوش می انداخت، ولی هنگامی دید که آهوی از جایش جهیده برخاست، هر آن چیزی را که به او گفته بودند به فراموشی برده نگاهش را تنها به طرفی که آهو می دوید دوخت. اسبش به چیزی پیش پا خورده به زانو افتاد و کوروش قریب از بالای سری اسب پریده می رفت. با وجود این کوروش خودش را به دست گرفت و اسبش هم به پا خیست. به وادی فرآمده کوروش با نیزه آهو را زده کشت. آن حیوانی با حشمت و قوی بود. کوروش به طوری غیر عادی خوشبخت بود. اما بعد سربازانی که به او رسیده آمدند سخت ملامتش کرده گفتند که او خود را در ورطه خطری بزرگ انداخته بود.
آنها تهدید نمودند که از بالای وی به شاه شکایت خواهند بود. کوروش از اسبش فرآمده راست ایستاد و هر سخنی را که به او می گفتند گوش می کرد که او را خیلی غمگین نمودند. ولی در همین حال داد و غریو شکارچیان به گوشش رسید و او زود به بالای اسبش جهید و شوق و هوس شکار او را فرا گرفت. چون دید که یک خوک وحشی شتابان به سوی او می دود، کوروش تا حد نهایی قوه‌اش را جمع نموده تیر را انیق به سر او در میان چشمانش زد و او را کشت. در این لحظه الکی عمکش مشاهده نمود که چگونه کوروش خود را به خطر انداخته بود و او را سرزنش کردن گرفت. پس از آن کوروش از عمکش خواهش کرد که حیوانهای شکار کرده‌اش را به او بدهد تا صیدش را به بابایش هدیه نماید. طوری که نقل کرده اند عمکش پاسخ داده است. اما اگر شاه فهمد که تو در تعقیب حیوانی وحشی شرکت ورزیده ای، فقط تو را نی بلکه مرا هم برای اجازت دادنم سرزنش میکند. وقتی که من غنیمت خود را به او میدهم بگذار وی مرا با قمچین بزند، جواب داد کوروش. و تو عمک جان مرا چطوری که خواهی جزا ده، اما تنها همین لطف را برایم ارزانی دار. در نهایت کار که اکثر گفت هر چی می خواهی بکن. به نظر چنین می رسد که اکنون تو هم شاهی ما هستی. کوروش حیوانهای کشته‌اش را گرفته به بابایش هدیه نمود و گفت که آنها را خودش شکار کرده است، اما نیزه های خونالود را به او نشان نداد و در جایی گذاشت که به باوریش خودی بابایش باید آنها را دیده می توانست. استیک باشد به او گفت چیزی را که به من هدیه می دهی پسرم من با کمال ممنونیت قبول می کنم، ولی به من مانند این گونه هدیه ها در کار نیستند، در حالی که تو خودت را برای آنها تحت خوف و خطر می اندازی. اگر به تو این صید لازم نباشد بابا جان، خواهش می کنم که آن را به من ده تا در بین همسالانم تقسیم کنم. آن را مثل همه چیزهای دیگر به قدری که می خواهی بگیر و به هر کسی که خواهی تقسیم بکن پسرم، جواب داد استیک. کوروش گوشت حیوانهای کشته‌اش را به همسالانش تقسیم نموده در عین زمان گفت شما گفتار هفتم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.